این همه لادین. مطلوبه جان عذر، اما به من گفتند که از شوهر جدا شدی. بله. درست است؟ البته. چی اتفاق افتاد؟ چی حادثه سر زد؟ چی خلاف سر زد؟ پودینه رو از بوعلی سینا سر کرده تا واریسان کنونیش به ما و شما توصیه میدهند. آب گیاهی پودینه بر ضد دمیش روده ها، برای هضم غذا و برای خوب کار کردن معده، همچنین بر ضد ترشوی معده استفاده میبرند که خیلی خوب کار میدهد. خاصیت طبابتی پودینه فراتر از تصور ماست. ضد عفونی یعنی ضد میکروب ها، تسکین بخش و نیرو دهنده تمام عضوها. مواد 100% طبیعی را ما برای شما پیشکش میکنیم. آب گیاهی پودینه، قطره های توان بخش. از داروخانه ها و فروشگاه ها به دست بیارید. سلام عرض می‌دارم به همه طرفداران برنامه ناگفته ها در کل دنیا. برنامه نوبتی رو پیشکش شما می‌سازیم. مهمان برنامه ما رفیق من است و نه فقط رفیق من خیال میکنم که رفیق شما نیز هست. زندگیش پرماجراست، از حادثه های دراماتیکی آری نیست، ولی باز روزگارش چند پهلوی دیگری دارد که هنوز ما و شما پرده را از روی این حوادث زندگیش بر نداشته ایم. خلاصه همه میدونند که خیلی یک بانوی خوش‌آواز است، خداداد است، فرق دارد در قیاس با دیگرها، ولی شاید خیلی ها ندانند که گاه هنرمندانه تقلید کاری هم میکند و انا همین جنبه، همین پهلوی هنرش را فقط تنگ و تنگ در دایره دوستان بعضی از افراد میدانند و خلاص خیلی خوب تقلید میکند و من مطمئنم که اگر در تئاتر یا صحنه سینما نقش می آفرید، یکی از بازیگران موفق ترین نه فقط در تاجیکستان بلکه بیرون از آن نیز میشد. تقلید کاریش همتا ندارد، با آوازخوان ها تقلید میکند، با هر گونه آدمانی که سیمایشان خیلی برجسته است در میان مردم تقلید کاری های خیلی زیبا و شیرین انجام میدهد و یک حادثه بسیار هم سخت و سنگین زندگیش نیز این است که ازدواجش از هم پاشید، ولی در این باره بعد. حالا میخوام از صمیم قلب سلام و سپاس بگویم به خواهر عزیزم مطلوبه جان، مطلوبه رحیمова. سلام علیکم. سلام عرض جان و از اعماق وجودم، از مغز جانم حضور همه بیننده ها و همچنین شنونده های برنامه ناگفته ها سلام عرض میکنم و خوشحالم که بعد از 5 سال باز روبرو با هم در گفتگو هستیم و آخرین برنامه من سال 2020 بود با شما. بله. و امروز خوشحال از آن هستم که در یک محیط خیلی آرام، در یک هوای باصفا با شما در گفتگو هستیم و از ناگفته ها حرف میزنیم و من آماده هستم که به کل سوال های شما جواب بگم، نترسیده و کلش. فوجیه ها رو حالا برای چند دقیقه کنار میگذاریم؟ باشد. از کنار فوجیه ها میگذاریم ولی در میانه برنامه یا در قریب اواخر برمیگردیم به فوجیه ها، ولی حالا از خوبی ها حرف میزنیم. شنیدم که قبل از برنامه به بازار رفتی و اذیت کشیدی به همسفر. جستجو کردی کسی را و با یک مشقت پیدا کردی. یعنی مطلوبه جون اذیت میکشی هنگامی رفتن به کوچه، به مارکت، به بازار به همسفر؟ بله، وقتی در دوره خردی من فکر میکردم که وقتی آدم تولد میشود برابر تولد شدن شده که اون نابینا است. همه همسالان هم فکر میکردم نابینا هستن و وقتی بزرگ میشود اینه که گم میشود همین چیز و آنها دنیا رو میبینن. من راستی چند بار با پدر و مادرم با این سوالی
در عالم بیخبری کودکی مراجعت میکردم که کی من کلان میشوم، کی من چشمانی من میبیند، اما همیشه یک بغض در صدایشان بود و میگفتند که نصیب بچم کلان شوی میبینی. و وقتی برابر همسالانم به مکتب پرورشگاه بچه های نابینا و سوسبین رفتم و با محیط نابینایان آشنا شدم و قبول کردم که این در تا آخر با من هست و نابینای یا که هر مثلا معلولیتی که دارد تا این دردش رو قبول نکند، به اندیشه من خوشحالی حقیقی رو یعنی که در خودش احساس نمی کند. و من هم وقتی حالا مدتی از سال 2008 تا حالا در شهر زندگی میکنم، خواهرانم همه پای زندگی خودشون مثلا زندگی آبادشون هستن و من تنها هستم. و وقتی شما مرا به برنامه دعوت کردید، آره میخواستم بازار بروم، یک پیراهن زیبا برای خودم بخرم و همچنین برای این چیز اذیت شدم چون دخترکان همسایم دیگر بزرگ شدند، کارگر شدند و خوشبختانه در این سمت برای من همسایه هایم کمک کردن، هم برای آرایشم و همچنین برای به بازار رفتنم. برخی از افرادی که گوه با شمایند در این یا آن محافل و مجالس میگویند که مطلوبه دروغ میگوید، مطلوبه میبیند و نمیدونم این یک بازی است از طرف مطلوبه که نشان نمیدهد این را، اصلا تلفن استفاده میکند، مینویسد، رنگ ها رو میشناسد، این حرف ها. شاید که دروغ مردمان گردد راست و ای کاش من مثلا میدیدم و به قول آدمان که بینا می بودم و دروغ آنها حقیقت می بود و من اینقدر که در بعضی حالت ها اذیت می شوم و راه افتاده می شوم و حالت های می شود جاهای دعوتی هم و باید خودم تنها روم یا اینکه همسفر پیدا کرده نمیتونم. فقط در این حالت من یکم ضیق می شوم و ناراحت می شوم و در دیگر حالت ها مثلا تاکسی هست، هر صبح می روم به کار و ظهر برمی گردم، در کارهای خانه اصلا مشکلی ندارم. مطلوبه همین حالا با ماشین می آمدیم اینجا به جای فیلمبرداریمون می آمدیم، رفیق شما خلیل عبدالصمد گفت که یعنی چاق بودن دخترش رو فهمیدید، از کجا دیدید؟ گفته پرسید، یکم تردید و شک داشت در حرفایش. عکس دخترش رو برای من در سامانه مسنجر فرستاد و ویدیوش رو همچنین. بعد گفتم که دخترت یکم فربه شده است، چاقک شده است و یعنی رخسارهایش گنبوسک شده است. گفتم بعد اون حیران شد و گفت تو چه خیلی میبینی؟ و گفتم که وقتی عکس رو از نزدیک میارم و تلفن رو یکم روشن میکنم، روشنیش رو زیاد میکنم، در اون حالت یکم دیدن امکان دارد. نهایت کم شاید از 100 1%. خلیل شک کرد؟ او هنوزم شک دارد. اگر رفقا شک بکنند از بیگانگان دیگر چی بگویم؟ زیاد حالت ها می شود. مثلا دیروز در بازار بودم، یک خاله نورکی وقتی میخواستم پیراهن بخرم، بعد با همون لهجه زیبای نورکی به خدا نمیبینی؟ گفتم که نه خاله نمیبینم. صغیر دروغ میگی میبینی؟ و بعد خیلی میفهمی کرتر این قپیدی گفتی همیشه میگیرم، پردارش میگیرم، رنگی روشنش میگیرم، اودون هستی کو. بعد به خدا دروغ نمیگی؟ گفتم نه خاله، ای کاش دروغ می بودم و بسیارها باور نمیکنن چون که من علاقه عادت کردم. میگن که با دلش میبیند و امروز مطلوبه یک شوخی بسیار خنده‌دار کرد، گفت که با دل چگونه میتوان دید وقتی که دو پیراهن رو روبرو میپوشید از بله. و دل همیشه حس میکند اما نمیبیند، حس میکند. فقط دیده دل دیگر است، دیده دل دیگر چیز رو میبیند اما دیده سر
فرق دیده دل دیدن با دیده سر مثلا فرق دارد. این دیدن ها جدا از همند. وقتی که رفیقان شک میکنند در مسئله دیدن و ندیدنت سختت نمیرسد؟ نه اصلا. هر کی شک میکند سختم نمیرسد، چون که مثلا او گناهکار نیست، او با عالم من خیلی مثلا آشنا نیست. بعضی میگن قاری مثلا تو مرا نمیبینی یا که چقدر میبینی بیرون ندیدستی، و اونو در بسیار حالت میرنجند و من اصلا تحمل شنیدن این گونه سوال و جواب گفتن به این سوال ها را دارم. چون که آنها گناهکار نیستند. آنها شاید نفری هست که نابینا رو برای اول میبیند. در این سمت خیلی کارها کردیم، خیلی سمینار مشورت ها گذراندیم با هم تقدیرانم، مثلا در مغازه های کلان، در بازارها. اول با نابینا با یک نظر بیچاره می‌نگریستند. حالا میدونن که آنها میدونن که ما هم در وجودمون یک قوه داریم که برابر آنها میتونیم فعالیت کنیم. مطلوبه این مشورت و ترینینگ و آموزش ها کمک کرد یک زمینه فراهم آورد که ذهنی مثلا انسانی مثل خودت استوار شود، برداشت کند. خیلی، چون روزنامه‌نگارانی که میخواستن زیاد برنامه کنن، یعنی که ثبت برنامه، بیشتر میخواستم که بیاین در خانه با آنها صحبت داشته باشیم. مثلا نشون میدادم که من از عهده اجرای کارهای خانگی میبرایم، یعنی که من و مثل من نفرانی هستند که آنها حتی دوگانه‌هایی داریم که در چکدان نان میپزند، نمیبینن، اصلا نمیبینن، اما در چکدان نان میپزند. با دخترای شهر مثلا هست نفری که استوی مبل هست، خیلی ماهرانه مبل های کلان رو میسازد، یعنی که درست میکند. و نفری هست خلاص که من فکر میکنم یک هنری دارند. یک هنری دارند، بله. چون راجع به هنر حرف زدیم، این لازم میخواهم همه دوستان عزیز من بهره بردارند از هنری خواهر عزیز و شیرین و جون و جگر من مطلوبه. غیر از مطلوبه، پشت این دستگاه فیلمبرداری ما نوجوان گیتار نواز رو دعوت کردیم که امروز نمیدونم از چی باشد، نخود شهرش رو نشان بدهد ولی هنرش رو حتما که نشان میدهد. با نوازش گیتار یک سرود دلانگیز با صدای بی تکراری مطلوبه شیرین پیشکش میگردد. بعد صحبت ما میرود به طرف فاجعه های زندگی مطلوبه. لا 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 لا، تو صدای دل من نشنیدی، تو به حال دل من خندیدی، تو صدای دل من نشنیدی، تو به حال دل من خندیدی، تو را آه دل من میگیرد، تو را آه دل من میگیرد، تو دعای دل من فهمیدی، تو به حال دل من خندیدی، تو صدای دل من نشنیدی، تو به حال دل من خندیدی. شو مستقیم مرا گناهگار کردید کسا. نه اوخی مشکوک شدید. من مشکوک نشیدم، من میخواستم امیرت. به نظر خودت مشکوک نشد؟ نه یکان چیزی. حالا خلیل دارد با ما جنگ میکند، پشت این دستگاه فیلم برداری است، میگه که من خیلی مشکوک شدم، حالا که در داخل ماشین مشکوک شده بود. نمیدونم مشکوک نشد؟ اگر رنجیده باشد مثلا میگه سری رنجیدن نیستش، ما مستقیم مرا ایجاد گناهگار اعلام کردید. یکی ای آدمایی که همین خیلی این ها حقیقتی مونه. نه خیلی درست نیست؟ نه نه خیلی چرا گفتی که تو میبینی کو؟ من میگم که من هم وقتی که صحبت میکنم ممکن شاید یک آدمایی که بسیار صحبت میکنن کاتشون. نه تو گفتی میبینی کو؟ از کجا فهمیدی فربه بودن دخترم؟ این فقط سوال بود که مطلوبه. مثلا نه خیلی سوال در زمینه چی پیدا میشود خلیل؟ در زمینه کنجکاوی. کنجکاوی در زمینه چی پیدا می شود؟ یعنی فهمیدن چیزی. تو میخواستی بفهمی که میبیند یا نمیبیند؟ پس چرا سوال داد؟ یعنی منطقی سوال دادن فهمیدن چیزی هست. خلیل مثلا از شما صحبت کردید، یعنی امیرم مشکوک نیستم. من از روز اول در حرفی مطلوبه باور میکردم، برای که من زندگی انسان مثل مطلوبه را خیلی زیاد دنبال نه اینا را من میمونم وزیر در نوار. اگر من اینا را وزیر قیچی کنم مردم میگوید که برنامه شما دروغ بود. نه ما مقصد جنگ شدیم، ولی من نمیخوام که
مثلا ما یکی نه اصلا اینجا جای نه اصلا وقتی سوال پیشکش کردی وقتی سوال پیشکش کردی سوال خودش یعنی بازگوی همین بود که تو میخوای بفهمی که دید یا ندید مطلوبه نه سوال در زمینه بود که مثلا در هر زمینه که بود نبود سوالی تو همین بود که تو چخیل فهمیدی که دختر ما فربه شده است نه حاضی اگر بحث خیلی کنیم مثلا شما بعضی چیزا را حمیدم شما مشکوکید نه کو نه هیچی من هر چیزی که دیدم من مثلا از روز اول باز یک بار دیگه تکرار میکنم که با حرفی مطلوبه من ایمان آوردگیم از ابتدا برای که من زندگی این خیلی آدما رو خیلی زیاد دیدم از پیش قطعیشون کار کردم وا خوردم یعنی کوشش کردم که در جای اینا گاهی باشم در یک مصاحبه که ما با مطلوبه انجام دادیم من حتی چشمامو بستم که حس کنم که یعنی مطلوبه چه خیلی حس میکند خودشه ولی در دوران ماشین تو پرسیدی سوالی تو زمینش همین بود مقصد سوال تو همین بود که باید بفهمی که از کجا فهمید دختری تو فربه شد نه با میگه که خدا تا خودت بروی چی میگه خدا تا خودت بروی یگم که ظروف من نمیدونم دیونه یگم فای نداره چی یگم جای رنجش نداره عموما این از فوجیه ساخته ایستاده است فوجیه میسازد ولی نمیبریم برای که اگر ما یک جای برنامه را اگر کچ کنیم مردم فکر میکنند که این برنامه واقعی نبود صمیمی نبود بسیار خوب ادامه میدیم سرود خیلی زیبا بود تشکر برنامه را ادامه میدیم این خلیل است با هر وجود خیلی عزیز است برای من خلیل جون منتظر باشید آینده ها یگان برنامه با این خلیل بحث دوستدار انجام میدهیم ما خیلی دوستی نزدیکیم و بسیار پهلوهای زندگی من رو خلیل میدوند و بسیار با هم ما به قول مردم ایران عین بچه آدم هیچ وقت حرف نزدیم و وقتی زنگ میزنیم با شوخی سر میکنیم و همیشه خواهرهایم مخلصی نمون شوخی های ما هستن و میگن که یگان بار شده است که شما احوال همدیگر رو پرسیده باشید ولی با هر وجود خلیل هم صدای خیلی دلنشین دارد ترانه میخواند گاهی روز ما این را حتما پیشکش خواهیم کرد هرچند در حرفه همکسب من است یعنی روزنامه نگار است و باز سمت فعالیتش نیز مثل من تلویزیون و رادیو است با دنیای خلیل حتما باید شما شناس شوید از سایر بچه هایی که خیلی جوانند و تا جای برای من شاگردند تا جای من استاد خود می حسابند از همه سرکش مغرور کنجکاو همین خلیل است در قطار چندی از دیگران ادامه میدیم این برنامه مطلوبه شد یا ترجمه حال خلیل یا هر دو پس می رویم به کارهایی که همیشه با خلیل انجام میده تقلیدکاری ها ظرافتگویی ها ناز و نوازش ها تقلید از زن بفرح روستایی به قول مردم تقلید از زن شلپره بله تقلید از زن شلپر و بسیار و نمیدونم وقتی 30 سالی و مثلا خودی بی من همین نمیدونم خدا رحمتشون کند 80 چند ساله از دنیا گذشتن ای خدا مادرم این برنامه رو نبیند خدا مادرم این برنامه رو نبیند و بی مادریم و هر وقت که میرفتم پیشش ماما میگفتم فقط نالیش یا ماما یگان جا که درد میکنه نه بچم اما تیاقق نداده بخیزم دستمو بگی و ماما یگان چای برزم میگفتم مثلا ای بچم خاک خوردم چای میخورم حالا از سر دسترخوانی مثلا خوراک نصفی روزی نه مامای من یعنی خسته است تو رفته است فقط همین بقیل مردم سرش چکیده یا اومده اولی یاد دراز کشیده نکشیده فقط وقتی که میخواد بیرون برای دو پای کفشش رو بپوشد بچم کلوچا من ندیدی ای وای خدا بگیر کنه پوشیدی انچی با ای سری الپا در قهر تو پوشیدی با بیا فقط یک ابرز دیگر میخواهم بیافری مطلوبه
ابرزی زنهای غیبتگره که در این یا آن همایش و جمع آمد در عروسی ها میشینند و ایراد میگیرند به دستورخوان، ایراد میگیرند به خواستگاران، به دختر که ارزنده بود یا نبود. میانی هم هست بین زنها همین گونه یک زنی که به همه چی باید ایراد بگیرد. من باید بگم که من تقلید به صدای مثلا کمپیر، به صدای کودک، به صدای بعضی از زنهای هر گونه صدای زنانه وقتی میرند و از معرکه برمیگردن با آزی چی تلفن های موبیل زلقده سازی نازی رسیدی ها چی موندی انت خدا بگیر شونه مده امی 2 متر پلانو موندی تمام دیدم به خدا دیدم ای روی عروشم سیاه ششم یا شهی گوش لقی سیاه خر عروس ای قدش یا غیله واره هرچی نرفته بودم بچم ده به خدا کیر میگی بکش تلویزیون ما گاز دیسم بکش چی رو میگم اخی هرچی میگم نرفتم زلقده جان میرفتم اکو اما زنی هیورم گفت که نروه ای دستش یکم کار نمیویه اما خودم ندادم با همه شایی همه سیاخر آمدنی بود با دختر من ندادم به خدا زلقده یا جای سوستر به زلقده جان انا حال با پگه خانی کمپیر مایکلون میریم با گاو میزنیم با گفتم که گفت اگه زنی هیورم که انا بته ما گفتم نه نمیتونم دختری ما گفتم نمیشه طرفای و یاده خدا بگیر شما خلاص همی به همه مادر همه کیخه یک خودش دخترش لالا عجایب باز یکان ابرازی دیگه امی اگر اوستر بشینم کی گفته بود خریبان میام بیا بوم برم ته بیا استاد کورپچی پرتاه کی جان آچته بگی یک کورپ بیار پرتاه غوستر شو بیاره نازی سازی باش کرده گوساله مکیده وح بچه مکیده در سری الپدالو کوچه خلاص عجایب هیچ وقت نخواستی که روی صحنه تئاتر بیایی در مقام یک هنرمند؟ بخیر مردم ایران دست از دل خستم بردار. من بسیار از دوره بچگی رادیو تئاترها زیاد گوش میکردم. تئاتر در نزد میکروفون بود در رادیوی تاجیکستان. عجب. و همچنین فیلم های تصویری بچگونه گوش میکردم. خواب شیرین خورد ترکان بود در تلویزیون. من این رو گوش میکردم همه وقت. صدام رو با صدای مهین بانو حسنوف بود یا حسنوف فکر نشان بده. صداش رو تقلید میکردم. نشان بده. اوی بچه ها شما مادری من رو ندیدید؟ مادر جان. مادر جان. پرفکت. دیدم ما بیدید. اوه پسر جانم. بیا تو رو بغل گیرم. بیا. اوی مادر جون من تو رو یاد کردم. و همین مانند صداها رو تقلید میکردم و بسیار تا حالا عاشق تک تک هنرمندان صحنه تئاتر و سینما هستم. همه اونها را جدا جدا دوست میدارم، اما قسمت خیلی بی‌وفایی کرد و شاید شود حالت هایی که برای یگون نقش آفریدن اگر دعوت شوم. دوبلاژ رفتی باره؟ نه دوبلاژ نرفتم. من خیلی دوبلاژ رو دوست میدارم، اما همین هم با دیدن کار میباید کرد. از همین خاطر شاید فکر کردم دشوار میشود. نه چرا؟ من فکر میکنم که راهش هست اگر گوش بکنی. با گوش کردن نیست. با گوش کردن حس میکنی که این گویش همان هنرمند چگونه است، یعنی با فشار حرف میزند یا آرام حرف میزند. درک میکنی و در حال میتوانی استفاده ببری. ذخیره تیار
کارگردان های دوبلاژ بگیرید، استفاده ببرید این ذخیره هنری رو، نگذارید که این هنر همین خیلی رایگان مجانی بیرود به باد فنا. عجب پدرم میاد و میگه اوتم اومد از کجا فهمیدی؟ میگو آوازی سلفاش. مادر چی؟ مادرم مثل مادرش فقط. برادرم خیلی اکای کالونیام و برادری کالونیام خیلی آدمای جدی هستن، لیکن برادری خوردی هم خیلی شوخ هست. چی میگه؟ راستی صدای برادرانم تقلید نمیکنم، چون که با صدای همکاران و رفیقان چی؟ با صدای همکارانم من صدای یک نفر فقط تقلید میکنم. صدای هنرمندی روان شد الفتما محمدانبروا. ترانه خوانیش رو یا حرف زنیش؟ حرف زنیش رو. بسیار یک شخصی در حقیقت الفتمای حقیقی بود، بسیار نرم بود. یک روز شادروان استاد دولتمند خلف راهبر ما بودن و یک روز قبل از عید بود، همین قدر کوشش میکنیم استاد جواب دید، رفتیم مثلا کار داریم، خیلی پخت و پز و اینو. خیلی من مثلا دختر بهنر که از عالم پخت و پز شد خبر نداشتم اون وقت، فقط کارم صحنه به صحنه سرود خواندن بود. دیگر دخترها استاد رویم، استاد نه، استاد رویم نه بچه بشی. بعد اول آمدو دولتمند جون امین پگوی دست از نرمی سر کرد، یکی قهرش اومد. پگوی دست آخر همین دخترها رو جواب دید آخر. بعد همیشه که میدید مطلوب چی که من گفته همین خیلی بسیار نوازش میکرد. روحش شاد، یادش بخیر. می اومد تلویزیون، عجب یک انسانی فرهیخته و بله مهربان. آرزوی جون تو بسیار بچه خوب هستی، من تو رو گوش میکنم. یک روز به من گفت من تو رو با آرزو دیدم. این به خدا راست است، این مثلا چیزی دروغ نیست. امون برنامه تا دیدم، شو کردی توی کردی، ای مورو خبر نکردی. خیر من در بدخشان بودم و آرزوی جون دیدم، بسیار نغز برنامه کردی، بسیار نرم. روحی بانو الفتما شاد باشد. نهایت انسانی مهربان بود. خیال میکنم که حتی مورچه رو در زندگی آزار نداده بود و همینطور هم با همراه شوهرش بسیار یک جفتی عجایب بودن. بله. ای گلبک جون بیو با مطلوبه گپ زن. در تلفن گپ میزن، بیو گپ زن. الو گلبک بیو گپ زن، بیو حاضر گپ میزند. بسیار نغز بود. صدای اون رو فقط تقلید میکنم. بسیار از همکارانم اپای بوده در جواب فقط میگه یک بار آواز ما را تقلید کن. نکردی؟ نمیتونم. میدونم که از شاعربانوها نیز گاه تقلید کاری میکنه، طرزی شعرخوانیشان را، طرزی شعر سراییشان را. من فکر میکنم که بعد از این برنامه در بالای هنری تقلید کاری و دوبله من جنگ میشود. کشکی؟ شوخی میکنم و من فقط شعرخوانی مادر شعری امروزی خودمون استاد گلرخسار رو خیلی دوست می‌دارم. به به به. در هوا بوی بهار است، بهار من و تو، بوی دل، بوی هوس، بوی خمار من و تو. عمر بگذشت و نبگذشت خمار من و تو، ز بهار من و تو، بعد بهار من و تو. عجب. بسیار زیبا، گلرخسار زبردست و عزیز و دوست داشتنی و بسیار مهربانم هستند. من اول فکر میکردم که خیلی یک نفر جدی و سختگیرند، اما هر وقتی زنگ زدم، هر شعری که پرسیدم، من زیاد از ترانه‌هاشون خواندم و بسیار گوش میکنم. وقتی و تلفظ حرف و را و میگوید بسیار خاص به خودش هست. بخونید شعر رو که حرف و دارد، مثلا وطن در را بکشا بهار در پشت در است، عشق و هوس و خمار در پشت در است. یک زلزله آفتاب در
دیده و دل یک عاشق بیقرار در پشت در است. یک ترانه دیگر است، یک شعر خیلی زیبا، شاهنامه وطن است. بله، شاهنامه وطن است. وطن که از من و تو گر بروایند بمیریم بمیریم بمیریم. مطلوبه جان، خواهش میکنم یک ترانه دیگر با ساز گیتار اجرا بکنید و بعد صحبت را ادامه میدیم. آماده اید؟ بله. رفتیم. عزیزان داد و بیداد، از غم عشق، از غم عشق جوانی رفت برباد، از غم عشق، از غم عشق امشب یاد کردم، نامی تو را فریاد کردم، دلم را از قفس آزاد کردم، یاد کردم یاد کردم و یاد کردم ای بی وفا. نمیدانم چی سازم از غم عشق، عشق ندیدم یک دل شاد، از غم عشق، از غم عشق آه ندیدم یک دل شاد، از غم عشق، از غم عشق امشب یاد کردم، نامی تو را فریاد کردم، دلم را از قفس آزاد کردم، یاد کردم یاد کردم و یاد کردم ای بی وفا. به نوجوان سپاس، با مطلوبه سپاس، خیلی عالی بود. با خلیل سپاس. با خلیل سپاس. البته سپاس. موضوع خلیل هیچ نیک تمام شد در برنامه امروز ما، ولی اکنون می رویم به سمت همین تقلیدها. اکنون آوازخوانی. بله، من فقط با صدای یک نفر تقلید کردم کی؟ و ترانه سرودم. این هم گفتم که گل رخسار با صدای ماه رخسار صفیه و پای گل رخسار هم ترانه میخوانند، بسیار صدای زیبا دارند و رقص زیبا دارند، صدای زیبا دارند، صدای زیبا، دوتار هم خیلی زیبا میخوانند و من یک ترانه با پای ماه رخسار صفیه و خوانده بودیم و اونها منطقه غرم رو انتخاب کرده بودند. سنهارک سنهارک سری صرف مبارک، خصلتی خوب داشته باشی خونه و در مبارک، خصلتی خوب داشته باشی خونه و در مبارک. سنهارک این عروسک. عروسک، بله. از واژه های قدیمی ماست سنهارک. در برخی از مناطق استفاده میشن این واژه ها و در شرابات سنار میگن. سنار و در منطقه غرب سنهار. بله، سنهارک. ای خدا. مثل که مطلوبه رحیم. مطلوبه رحیم. بسیار هم کورمان هستن که حرف خیر و عید گردک رحیم و بسیار همکاران میگن مطلوبه رحیم. خب ما در بچگی سرودهای من پای شیرین مانی هالو را خیلی ترانه‌هاش دوست می داشتم. خب دیگر هنرمندان نیز بودند، اما فکر میکنم شاید وقتی برنامه دیگر نه وقت محدود نیست. در دست خودمونه. بله. شیرین ما به چشمانت نظر میدوزم از نو،
تو را میبینم و میسوزم از نو. براو. کتاب عشق را از نو کشاده سبق از عشق می آموزم از نو. تو کی رفتی از بری من آیلاها نمیری دیدار عاشق خوب است خدایا نبینی خدایا نبینی. تو کی رفتی از بری من آیلاها نمیری دیدار عاشق خوب است خدایا نبینی خدایا نبینی. تو کی رفتی از بری من. عجب عجب. یک ترانه دیگر می سرایم با نوجوان جان بعد صحبت را ادامه میدیم. جان کمی لوی دریا را شمال آورده آی این مال سرگینم یار آورده. جان کمی لوی دریا را شمال آورده آی این مال سرگینم یار آورده. انا یار آورده بسد خیال آورده جان ما قریب ده ماشتی خیال آورده آی ما قریب بوده ماشتی خیال آورده. آی خوشبوی بنفشه در جهان افتاده آی دل در بریاری مهربان افتاده آی دل میخواهده که هر زمانش بیندن این راهی دراز در میان افتاده. جان ما صدقه و ما صدقه و ما صدقه تو جان ما صدقه با او قاشای سر بسته تو آی ای یارم جدا شیدم ای بخشکی تو آی خاک در سری عاشقی در روزه تو انا ای یارم جدا شیدم ای بخشکی تو آی خاک در سری عاشقی در روزه تو جان خاک در سری عاشقی در روزه تو. ترانه خیلی عالی درجه و حالا میگذاریم به قسم دیگری برنامه یعنی پهلوی دیگری حادثه های زندگی مطلوبه رو حالا به چالش میکشیم فاجعه های زندگیش رو یعنی از هم پاش خوردن ازدواجش جای جنگ برنامه راست. بله یکی از حادثه های خیلی سخت و سنگین زندگیش بود. چرا من این موضوع رو در اول برنامه مطرح نکردم؟ چون اول خواستم که ترانه بخواند شادی بکند تقلیدکاری بکند و بعد این موضوع رو در میان بگذاریم چون که بعد مطرح کردن این موضوع شاید که دیگر مجال ترانه خوانی در مطلوبه نماند و یارای پرسیدن حرف و هیجای در من نماند و همین خاطر این موضوع خیلی سنگین و دشوار رو در نهایت برنامه موندیم. مطلوبه جان عذر اما به من گفتند که از شوهر جدا شدی. بله درست است؟ البته. چی اتفاق افتاد؟ چی حادثه سر زد؟ چی خلاف سر زد؟ نمیدونم فقط فکر میکنم که نه مقصر من بودم نشاید او. تقصیری کی بود؟ تقصیری کسی نبود فقط قسمت نخواست یا سرنوشت. با امید بله. تا حالا در بعضی مثلا حالات می شود چون من به دهه می روم در وگزلی ناحیه می بینمش و سلام و احوال می پرسد هیچ کنایه از همدیگر به دل نداره. چطور شما همدیگر رو می بینید؟ حالا خلیل میگوید که خودت هم مشکوک شدی. نه بعضی او با پسرش همیشه هست و کجا میرد پسرکش حرف از میزنه دستش میگیرد و کمکش میکند و پسرش یک جوره به من مهر دارد و من هم دوستش میدارم. خب همخون هم هستیم دیگر و همیشه وقتی میبیند پسر یعنی پسر از همسر اولش؟ بله پسر همسر اولش. مطلوبه از اینجا برمیاد که تو همسر دومش بودی؟ بله همسر دومش بودم. وقتی که عروسی کردید با همسر اولش زندگی داشت یا نه؟ بله
زندگی داشت. با این وجود ازدواج کردی؟ عشق شیران را به موی بند در گردن نهد، ورنه من کی از کسی با بی تنزل داشتم. تونستی که زنی دویم باشی؟ بله، چون دوستش می داشتم. زنی اولش آگاه بود؟ بله، بعدا آگاه شد و اصلا ما جنجال یا مثلا بخاله روکنی و مکنی و زن و زنی زنونه نداشتیم و من حالا اگر یک تشکر از یک نفر قرضدار باشم از همون نفر هستم که اصلا هیچ وقت به خانه من نآمد و مداخله نکرد. از کی؟ از امید یا از همسرش؟ از همسرش. چرا؟ از ماجرا نکرد به همین خاطر؟ ماجرا نکرد. مثلا میدونست که من نفری هستم که هیچ نفر آبرویش را از سر راه پیدا نکرده است و هیچ وقت با آبروی من مثلا بازی نکرد و دست در نکند عزیزم و خوشبخت باشی، خوشحال باشی. و هرچند میتونست حرف بزنید؟ بله میتونست. حق داشت؟ حق داشت البته. نمیدونم، خیلی این یک عشق بود که از دوره کودکی و نورسی بعدن جوانی و دیگر رفتیم و من در 32-33 سالگی هم اوله داشتم و این عشق الکی بزرگ شده بود و فکر میکرد همیشه امید میگفت که بجز مرگ کسی ما را از هم جدا کرده نمیتواند و هیچ وقت نصیب نگفت شاید. از همین خاطر و من اصلا همین که هست در دنیا زنده است، نفس میکشد، جای شکر است. همسری امید نیز نابیناست؟ نه، نابینا نیست و معیوبیتش یا معلولیتش از پای هست، اما خیلی به قول زنی خوب و خونقب هست که ایستاد. دیگر زن می بود مثلا ماجرای خیلی زیاد میکرد. عجب. چند فرزند داشت امید وقتی که ازدواج کردی؟ هر سه فرزندش بود و دختر دارد یک پسر. شاید برای دخترانش قبول کردن یکم سخت‌تر بود چون دخترها یکم نازک و نارنجی میشوند، اما پسرش همیشه می اومد همراه خودش. وقتی به استراحتگاه ها برای برنامه کنسرتی و اینا می رفتن با پسرش بود و می اومدن شبها اینجا بودن. من مثلا سر و صورت پسرش رو شستن یا اینکه لباس و اینو همیشه با هم بودیم، یک مشکل نداشتیم. مادرش هم آگاه بود. اما نمیدونم من سبب اصلی که مثلا سبب جدی که ما اصلا هیچ وقت برای هم دیگر سخت نگاه نکردیم، دست بلند نکردیم و نمیدونم آخر وقت ها دیر آمد مثلا دیگر به اعتنایی سرد شد. من راستی سرد شد؟ بله خیلی سرد شد و من به توجه نمیتونم زندگی کردن. روسا میگن ونیمانی، من مثلا به توجه نمیتونم زندگی کردن و میشد هفته ها و فقط همین چیز سبب بود دیر آمدن، دور موندن از هم دیگر و خوشی به خوشی من خواستم ازش از امید که به یکون مثلا ماجرا خوشی به خوشی ختم این زندگی، یعنی که نقطه اساس رو باید بذارم. من شکایتی از کسی ندارم. عجب. این طور هم می شود مطلوبه به ماجرا؟ بله به ماجرا یک زندگی عاشقانه ختم بشود در یک لحظه. حالا چرا به نظرت مطلوبه با کدام عامل ها و دلیل ها این سردی در میان شما افتاد؟ من راستی نمیدونم. من همیشه وقتی می اومد چهرم شد، دلم باز، خانم آزاده، خوراکم آماده، خودم هم همچنین در خدمتش بودم. از سببی که زیاد دوستش می داشتم هیچ وقت مثلا من خودم این راست است، مثلا اون نیست خداوندش هست، من همیشه مثل کودک از اون نگهداری میکردم. خب نمیدونم، شاید از خودش باید بپرسیم که چی سبب شد، اما همین که قسمت نخواست چیز دیگر. حسی پشیمانی از این اتحاد تو رو فرا میگیرد یا نه؟ مثلا روزهای خوب از همین ازدواج؟ نه، روزهای خوب هم داشتیم. پشیمان نیستی؟ نه پشیمان اصلا نیستم، چون روزهای خوب داشتیم، با هم رفتیم سیری خوالینگ بالجوون مثلا و بسیار به تاریخ توجه دارد و رفتیم مثلا آرامگاه واسه و همون جوازخانه و بعدن خلاص جاهای خیلی زیاد رفتیم، ناحیه‌های تاجیکستان رو قریب گشتیم.
و در خانه هم اصلا خیلی حرفای نگفته داشته میگفت. مطلوبه اگر زنی اول می بودی اجازه میدادی که شوهر زنی دوم بگیرد؟ راستی این چیز را تجربه نکردم و از جواب دادم به این سوال اگر بگویم آره شاید اگر می بودم نمیتوانستم، شاید بگویم نه شاید میتوانستم. چیکار میکردی؟ نمیدونم راستی. من با ماجرا برپا میکردی؟ نه اصلا. جدا میشدی؟ نه ماجرا نه جدا. من اهل جنگ و ماجرا نیستم راستی. مثلا میتونستی یک مرد رو با یک خانم دیگر قسمت بکنی؟ میگویم که نمیدونم چی کار میکردم. نمیدونم یعنی نمیتونم است. من راستی فکر نکردم در این باره. زنی سرطلب هم نبودم. هر وقت که خودش خواست اومد، اگر ناومد من هیچ وقت بیا نگفتم چون همیشه درکش میکردم و تنهایی خودم رو. با اون زن روبرو زدی؟ بله. کی و در کدام وضعیت؟ درست پیش از تویم. درست پیش از تویم آخرین بار دیده بودم و نه بعد از تویم هم یک بار دیدم. چی گفت؟ و میدونست ما باید برای ثبت یک ترانه 2 نفره میرفتیم. زیر بارون تر شده بود. همراه امید می ایستادند، پسرش امید و خودش و ما رو انتظار شدن. یکم دیرتر رسیدم. از دوشنبه در ناحیه بودیم و وقتی دیدم سلام احوال پرسی کردم و دستاش یخ بود. گفتم دستات یخ زده است و امید فکر میکرد که حالا ما اینه که من نه او شاید جنجال میکنه. رنگ برد و رنگ آورد به قبل، اما خیلی خانومی کرد و گفت من خوراک نصف روزی تیار میکنم اگر فرصت کردید بیایید. تمام. بله. هیچی دیگر نگفت؟ نه. شوهرش رو گرفتی هیچی نگفت؟ نه من نگرفتم، اما استودیو رفته. نه بعدش؟ نه بعد علاقه میدونست که ما نه وقتی که همون روزی که ما ثبت سرود میرفتیم ما علاقه او زن آگاه بود از اینکه مناسبتش از مناسبت ما، از یعنی که ما از ازدواج ما تا خبر داشت. در پایان این حادثه فقط سپاس به اون زن گفتی؟ بله. به امید نگفتی؟ چرا؟ به نظر من اون زن مردتر از مردی مورد نظر در قیاس با کی؟ مردتر از مردی مورد نظر ما بود. مردتر. از چه جهت؟ همه جهت. تفسیر بکن. باید برگردیم به دیگر سوال ها. به کدام خاطر؟ به آن خاطر که من گفتم که اصلا به زندگی من دخالت نکرد. من رو دید در روبرو با همسرش، با پدر فرزندانش و چیزی نگفت و اصلا آبروی من برای او ارزش داشت. همین که برای من یک ذره ارزش قائل بود، من هم از این منبر اصلا چهرهش رو هیچ وقت به دیگران منفی نشان نمیدم و دعا میکنم که و از شنونده از بیننده ها همه خواهم دعا کنند که این تنهایی هایی که دارم، این تنهایی ها پشت سر شوند. خیلی خیلی مشکل است تنها زندگی کردن برای یک نفر زن. همیشه من فکر میکنم که پناه همه زن ها مردها هستند بعد از خودم و من نمیخواهم دیگر به پناه باشم. به پناه بودن خیلی مشکل است. همه زن دوست دارد که یک نفر مردی، واقعا مرد، دست به سر خسته‌اش، دست به دل شکسته‌اش گذارد و لمسش کند، نوازشش کند، دوستش دارد، پناهش باشد. و این به پناه بودن یک کم برای من خسته کننده شد، اذیت آور شد راستی. چند سوال دیگر خطور کرد در ذهنم. چرا این همه سالها با امید صاحب طفلی نشدید؟ وقتی من به دکتر مراجعت کردم اصلا نقص جدی نبود. هر دو طرف تشخیص دادید؟ نه او اصلا راضی نشد. برای تشخیص رفتن و همیشه یک سخن داشت که من دارم
و فرزند دارم که همیشه و زیاد خواستم که شاید من زیاد خواستم زیاد طلب کردم که باید بچه دار شویم باید و خیلی چیزهای هست که شاید من زیاد طلب کردم که باید زندگیمون مستحکم تر شود پدر فرزندی من باشه بعض این سوال ها رو باید شاید از خودش پرسید یا من از طرف او چیزی گفته نمیتونم و ما از طرف من میخواستم این زندگی خراب نشود اما شد دیگر وقتی که دیدم کم توجه شد دیر آمد به اهمیت شد منم دیگر نخواستم چون من خودم را از سر رو پیدا نکردم من خودم را خیلی دوست می‌دارم تو نخواستی نفر دیگر هست که بخواد غرور با عشق نبرد کرد چی غالب اومد غرور بله نشکستی غرور رو نشکستم چون اما دل رو شکستی دل رو هم نشکستم همین دلم خواست اگر دیوانگی کردم دلم خواست چرا حالا گفتی که میخواهم سری خستم رو در شانه بگذارم دلی خستم رو به دست بدیم این خستگی نیست شکستن دل نیست ختم یک مناسبت عاشقانه این دل شکنی نیست مگر وقتی من از شما یک سوال میخوام پرسیدن وقتی جای میروید سر یک دروهی هستید سرد هست هوا یا شاید از حد زیاد گرم هست هر احتمالی یا گرمی یا سرد شما چقدر یک نفر را تا چند دقیقه انتظار شده میتونید دوست میدارید انتظار شدن نه اصلا نه من هم به مانند شما من خیلی انتظار شدم خیلی زیاد با نفر رو که دوستش میداری سری دروهی بله سری دروهی بودم نمیدونستم و انتظار شوم یا که اگر این قرار باشد که ما مثلا تا 70 سال زندگی کنیم 70 و چند سال 30 و چند سال انتظار شخص را خسته میکند حالا یک طرفه مثلا آدم برای خودش اندیشه میکنه شخص اما من نمیتونستم در حالت انتظار بودن پشیمان نیستی؟ نه اصلا پشیمان نیستم زیاد برای من با یکی از خواهران بزرگش رفیق هستم و میگوید که من 100 بار گفتم پشیمان میشوی بسیاری فکر میکنن من پشیمان میشم لیکن خدا شاهد است من اصلا یعنی پشیمان میشوی چی امید رو میگیری پشیمان میشوی یا از امید دل میکنی پشیمان میشوی؟ از جدا شدن پشیمان میشوی خواهرش گفت بله خواهرش زیاد از دوستانم چون ما خوش تبار بودیم پسرم هم هست و میگفتن که مثلا این اما خدا شاهد است اصلا پشیمان نیستم هیچ کس جایگزینی اون نشد در دلت؟ هست نفرهایی که مرا میخواند اما با تلفن وقتی که صحبت میکردی در مسیر راه بله با یک شیوه خیلی زیبا حرف زدید با کسی و من زیر آهنگ شما یک لطافت و نزاکت را حس کردم با اون نفری که به شما زنگ زد کی بود؟ شما بسیار بخواهدم و میدونستم که در این خصوص حرف میزنید یکی از خیلی سفت و سخت خواستگارم هست به قول طلبگار و خریدارم و حالا براش جواب آره نگفتم و خواستم با خانواده مشورت کنند اگر آنها قبول کردن منم قبول میکنم این اوره‌ای که در نظر است طول میکشد با مسیر چندین سال مثل همون اوره؟ نه شاید همین فردا و پس فردا ها بروند و با خانواده مشورت کنند و اگر من مثلا از طرف شکایت ندارم من طرف پسر خوب است و قول دادم برای خودم که اگر از نو زندگی بنیاد کردم یک زندگی بی دردسر و بی دغدغه و بی مثلا سر و صدا اصلا عشق همین است عشق که اومد نمیپرسد که از کجای از کدام محله پسری کی یا دختری کی نمیپرسد که تو میخواهی یا نه تو آماده هستی یا نه تو میتوانی یا نه میآید و زنجیرش رو در پایت بند میکند و دیگر اسیر عشق میشوی دیگر جای رفتن نمیتوانی عشق همین است بله ولی به هر صورت زندگی باید کرد البته و به چه خاطر به خاطر این صدای زیبا دارایی خودت سرمایه خودت
همین صداست، همین صدای بی تکرار. شکر خدا که همین هنر بود و وقتهای درد در گلو می سوزد، مثلا گلو از درد می سوزد، همین صدا بود که توانستیم با زمزمه کردن، با سراییدن، با صدا بلند کردن این دردها رو فرو بشنن یا فرو بریم یا این سکوت دردآور رو بشکنی و مرگ مانند رو بشکنی با این صدا. چی خوندی وقتی هجومی سخت درد؟ گوگوش. یک ترانه گوگوش میخونیم با همین ختم میکنیم برنامه رو. باشد. غم در دل من به قدر عالم غم‌های عالم، برای من کمی رنگ غروبه، دلی افسرده‌ام غرق سکوته، وجود مرده‌ام وای از من و غم‌های من، وای از دل تنهای من، وای از من و غم‌های من، وای از دل تنهای من. ای آسمون ای آسمون، ستاره در شام من نمونده، دست بلا آخر مرا در دامنی دشتی جنون کشونده. من که محبت از کسی ندیدم، من که همین گونه دل رنجیدم، چون مرغکی غمگین و دور از آشیان، سر در میانی بال و پر کشیدم. دیگر نمی یابد مرا روزی اگر بیاید، با یاد او از گور من گلهای غم برآید. غم در دل من به قدر عالم غم‌های عالم، برای من کمی رنگ غروبه، دلی افسرده‌ام غرق سکوته، وجود مرده‌ام وای از من و غم‌های من، وای از دل تنهای من، وای از من و غم‌های من، وای از دل تنهای من. عجب عجب.